سلام، اینجا نسیم داستانه و من راوی داستانهای واقعی هستم. خوشحالم که ویدیو ما رو انتخاب کردین. لطفاً برای حمایت و دلگرمی ما ویدیو رو لایک کرده و کانال ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفر از داستانهای جدید ما مطلع بشید. منتظر نظراتتون راجع به این داستان واقعی هستم. اسمم لاله هست و 27 سالمه. تک فرزندم و هیچ خواهر و برادری ندارم. وضعیت مالی خانوادم متوسط رو به بالاست. خانواده‌ای داشتم که اعتقادات خودشونو داشتن و دوست نداشتن دختر دوست پسر داشته باشه. اما من همون زمان که دانشجو بودم با یه پسر آشنا شدم به اسم آرمان. حدود 2 سالی با آرمان دوست بودم که بعد به خواستگاریم اومد و با هم ازدواج کردیم. اوایل زندگی خیلی خوبی داشتیم. همه چیزا رو با هم تجربه می کردیم، مسافرت می رفتیم و خوش می گذروندیم. آرمانم مثل من خیلی پایه سفر و تفریح بود و خیلی با او به من خوش می گذشت. هر دومون به همدیگه خیلی علاقه داشتیم و ازدواجمون سنتی نبود. آرمان برای خوشحالی من هر کاری میکرد و از اون مدتی که باهاش دوست بودم تا زمانی که وارد زندگی مشترک شدیم هیچ وقت منو ناراحت نکرد. همیشه فکر میکردم زندگیمون به همین صورت میمونه و تو زندگی مشکلی برامون پیش نمیاد و همیشه فکر میکردم آرمان هیچ وقت به من خیانت نمیکنه. من دوستای زیادی داشتم، اما با یکی از دوستام که اسمش نازیلا بود بیشتر از بقیه صمیمی بودم. نازیلا بیشتر وقتا خونه ما بود و کلاً از بچگی ما با هم دوست بودیم. عهد کرده بودیم تا زمانی که ازدواج میکنیم با هم باشیم و شوهرامونو با هم دوست کنیم که رفت و آمدمون روز به روز بیشتر و بیشتر بشه و یه اکیپ 4 نفره تشکیل بدیم. من ازدواج کردم، اما نازیلا فعلا قصد ازدواج نداشت. چند تا خواستگار داشت اما سختگیر بود. توقع داشت یه خواستگار خیلی خیلی پولدار براش بیاد و هر آدمی رو برای ازدواج قبول نمی کرد و پول زیاد ملاکش بود. نازیلا ظاهر خیلی زیبایی داشت و از اون دخترایی بود که هر پسری میدید پسندش میکرد و ازش خوشش میومد. گاهی من به خاطر چهرش حسادت میکردم، به خاطر این که همه از زیبایی نازیلا تعریف میکردن. نازیلا دختر خیلی پایه و باحالی بود و از اخلاقشم خیلی خوشم میومد. برای همین بود که کاملا بهش اعتماد داشتم و همیشه خونه ما بود. حتی با شوهرم آرمان خیلی راحت و صمیمی بود. من مطمئن بودم که اونا هیچ وقت بهم خیانت نمیکنن. یه مدت از ازدواجمون گذشت. شوهرم وقتی با هم صحبت میکرد فهمیدم که دوست داره دوستی 3 نفره رو تجربه کنه. اولش که بهم گفت خیلی شوکه شدم. مخالفت کردم. اما گفت ما تا حالا کلی تفریح کردیم و خوش گذروندیم. حالا چی میشه یه تجربه دیگه هم تو زندگیمون داشته باشیم؟ و ادامه داد وقتی تو از این قضیه خبر داری دیگه خیانت محسوب نمیشه. من خیلی استرس داشتم که نکنه با دوستم بهم خیانت کنه. حتی بعدش ازش پرسیدم دوست داری که اون نفر سوم تو دوستی ما کی باشه؟ اونم گفت نازیلا. چون بیشتر وقتا خونه ما هست و آدم مورد اعتمادی هست. اما بقیه دوستات رفت و آمد زیادی با ما ندارن و ممکنه نتونیم بهشون اعتماد کنیم. حدس میزدم که از نازیلا خوشش اومده باشه. کلی به خودم لعنت فرستادم که اونو وارد زندگی خودم کردم. لعنت فرستادم که چرا دائم اونو به خونه خودم دعوت کردم وقتی شوهرم خونه بود. اولش نمیخواستم قبول کنم، اما میترسیدم اگه قبول نکنم اون پنهونی و دور از چشم من یه کارایی انجام بده یا بره با کسی دوست بشه و به هم خیانت کنه. برای همین قبول کردم. اونم گفت این دوستی برای اینه که چند باری با هم باشیم، نه برای همیشه.
نمیدونستم چجوری این موضوع رو به نازیلا بگم. چند روزی فکر کردم و در نهایت قضیه رو به نازیلا گفتم. اونم اولش قبول نمی کرد و شوکه شده بود. اما بعد از چند روز با من تماس گرفت و گفت لاله، واقعیتش من از شوهرت خوشم میاد و مرد خیلی خوشتیپی هست. اگه تا الان نگفتم چون دوست نداشتم تو رو ناراحت کنم و نمیخواستم که فکر کنی من آدم نامردی هستم. واقعیتش اگر آرمان با تو ازدواج نمی کرد من باهاش دوست می شدم، اما به خاطر تو هیچ وقت به چشم بدی بهش نگاه نکردم. الانم چون بهم گفتی و این موضوع رو در جریان گذاشتی من این حرفا رو بهت میزنم. نمیتونستم هیچی بگم. واقعیتش از این حرفاش خوشم اومده بود. از اینکه هیچ وقت بهم دروغ نگفته بود و به نظرم نازیلا مورد اعتماد ترین کسی بود که میشناختم. خلاصه اینکه قضیه رو کامل براش تعریف کردم و اون روز نازیلا رو به خونمون دعوت کردم. و اون اتفاق بینمون افتاد و از همون شب بود که دوستی 3 نفره ما شروع شد. آخر هر هفته باغ اجاره می کردیم و 3 نفره کلی تفریح می کردیم. اما من بعد از اولین اتفاقی که بینمون افتاد خیلی عذاب وجدان گرفتم. دائم به آرمان غر می زدم که ای کاش این کارو نمی کردیم. آخه کدوم زن و شوهری این کارو انجام میدن؟ ما داریم به زندگیمون لطمه میزنیم. اگه فردا بخوایم بچه دار بشیم چی؟ این کار واقعا درست نیست و کلی حرف دیگه زدم، اما شوهرم اصلا گوشش بدهکار نبود و میگفت مهم اینه که خودمون بهمون خوش گذشته، پس چرا الکی زندگی رو زهرمار خودمون کنیم؟ در ضمن این خیانت هم نمیشه چون هر دومون از این قضیه خبر داریم و به دور از چشم همدیگه کاری انجام نمیدیم. اگه به همدیگه دروغ میگفتیم یا پنهون کاری میکردیم اون وقت خیانت محسوب میشد. پس چرا الکی استرس میگیری؟ گفتم اگه بهش علاقه‌مند بشی چی؟ اگه بعدا منو فراموش کنی و زندگیمون به هم بخوره چی آرمان؟ آرمان سکوتی کرد و گفت من تو رو برای ازدواج انتخاب کردم. چرا باید پشیمون بشم؟ اگه میخواستم عاشقش بشم تا الان شده بودم. من هیچ حسی نسبت به اون ندارم، پس خیالت راحت باشه من هیچ وقت بهت خیانت نمی کنم. از حرفاش یکم خیالم راحت شد، اما بازم استرس داشتم و تو دلم یه شوری به پا بود. این دوستی 3 نفره ما حدود 5 ماه ادامه داشت و من هر روز حالم بدتر و بدتر از روز قبل می شد. دیگه حالم بد شده بود و نمیخواستم این رابطه رو ادامه بدم. از وقتی آرمان با نازیلا دوست شده بود کمتر به من توجه میکرد و دائم دوست داشت نازیلا خونه ما باشه. این قدری که به نازیلا توجه میکرد و باهاش صحبت میکرد به من توجه نمیکرد و خوب میدیدم که زندگیم داره رو به سردی میره. حس میکردم خودم با دستای خودم دارم زندگی مشترکم و نابود میکنم. مقصرش هم خودم بودم، از همون اولش نباید قبول میکردم. اما دیگه خیلی دیر شده بود و تصمیم گرفتم با آرمان صحبت کنم. دوباره باهاش حرف زدم و گفتم من حالم خوب نیست و نمیخوام دیگه این دوستی رو ادامه بدیم. حتی دیگه دلم نمیخواد نازیلا بیاد خونمون. آرمان اولش قبول کرد. گفتش باشه اگه تو ناراحتی دیگه تمومش میکنی. اما بعد از 1 هفته دوباره بهونه‌گیریاش شروع شد و دائم میگفت که چرا این دوستی رو به هم زدی و کلی حرف و بحث دیگه که شب و روز و ازمون گرفته بود. سر همون ماجرا با هم قهر کردیم و دیگه حتی تو خونه هم با هم حرف نمی زدیم. بعد از 1 ماه تصمیم گرفتم برای اینکه زندگیم و رابطمون بهتر بشه مجبور شدم قبول کنم که دوباره نازیلا به خونمون بیاد. نازیلا هم از دستم دلخور شده بود و به خاطر اینکه خودم این پیشنهادو بهش داده بودم و بعدش هم خودم گفته بودم باید تمومش کنیم
به شدت ناراحت بود. وقتی به نازیلا زنگ زدم که دوباره به خونمون بیاد خیلی خوشحال شد. نمیدونستم کار درست چیه. تنها کاری که از دستم برمی اومد دعا میکردم که نازیلا زودتر ازدواج کنه و از زندگی من بیرون بره. چون گفته بود تا وقتی که ازدواج نکردم میام پیشتون و از این حرفا و بعد از ازدواج ارتباطمو باهاتون قطع میکنم. خلاصه که دوستی ما 6 ماه دیگه هم ادامه پیدا کرد تا اینکه بعد از 1 سال یه خواستگار خیلی خوب و پولدار برای نازیلا اومد. این بار دیگه نازیلا بهونه‌ای نیاورد و قبول کرد که باهاش ازدواج کنه. بعد از 1 ماه نازیلا ازدواج کرد و از زندگی من برای همیشه بیرون رفت. واقعیت اینه که زندگی من مثل قبل نشد. مشخص بود که شوهرم نازیلا رو بیشتر از من دوست داره. یه مدت همینجور زندگی سردی داشتیم و من تصمیم گرفتم پیش مشاور بریم و برای زندگی زناشوییمون یه کاری کنیم. اینقدر پیش مشاور رفتیم که زندگیمون یه کوچولو بهتر شد و دوباره اون نشاط قبل رو پیدا کرد. هر روز دارم سعی میکنم که برای زندگیمون و بهتر شدن رابطمون با شوهرم هر کاری انجام بدم. تلاشم اینه که دوباره زندگیمو مثل روز اولش کنم. من یه درسی از این قضیه گرفتم. اینکه نباید دوستامون رو وارد زندگی مشترکمون کنیم. چون بعداً فقط خودمون هستیم که پشیمون میشیم و عذاب میکشیم. حتی اگر اون دوست از زندگیمون حذف بشه، زندگی هیچ وقت مثل سابق نمیشه. پس حواستون به زندگیتون و حد روابطتون با دوستاتون باشه. دوستاتون رو در حد دوست خودتون نگه دارید و وارد زندگی مشترکتون نکنید. همراهان عزیز، ممنون از اینکه این داستان رو تا پایان شنیدید. مرسی که با لایک کردن و ساب کردن از کانال ما حمایت میکنید. خوشحال میشم که نظر خودتون رو راجع به این داستان برامون کامنت کنید. اگر علاقه‌مند به ویدیوهای ما هستید، خوشحال میشم کانال رو ساب کنید. زنگوله رو فعال کنید به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود کردم براتون بالا بیاد و از دستش ندید. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون.